دوستان عزیزم سلام. خیلی خوشحالم که صدای من رو از رادیویت میشنوید. امروز با داستان کوتاه آبجی خانم نوشته صادق‌خان هدایت در خدمت شما هستیم. هدف ما این هست که با ادبیات داستانی نو ایران بیشتر آشنا شیم و قبل از اینکه داستان رو با هم بشنویم دوست دارم یه شعر برای شما بخونم از شاعری که اتفاقا صادق‌خان هدایت خیلی به شعر داشت و اون اینه که قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. آبجی خانم. آبجی خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را میدید ممکن نبود که باور بکند که با هم خواهر هستند. آبجی خانم بلند بالا، لاغر، گندمگون، لب‌های کلفت و موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود، در صورتی که ماهرخ کوتاه، سفید، بینی کوچک، موهای خرمایی و چشمهای گیرنده‌ای داشت و هر وقت می‌خندید روی لب‌های او چال می‌افتاد. از حیث رفتار و روش هم آنها خیلی با هم فرق داشتند. آبجی خانم از بچگی ایرادی و جنگرو بود و با مردم نمی‌ساخت. حتی با مادرش 2 ماه 3 ماه قهر می‌کرد، برعکس خواهرش که مردمدار و تو دلبرو بود. خوشرو و خوشخنده. ننه حسن همسایه‌شان اسم او را گذاشته بود خانم سوگلی. مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ را دوست داشتند که تحت‌وقاری و عزیز نازنین بود. از همان بچگی آبجی خانم را مادرش میزد و با او میپیچید، ولی ظاهراً روبروی مردم و روبروی همسایه ها برای او قصه خوری میکرد. دستش را روی دستش میزد و میگفت این بدبختی رو چه کنم ها؟ دختر به این زشتی رو کی میگیره؟ میترسم آخرشم بیخی کیسم بمونه. دختری که نه مال داره، نه جمال داره، نه کمال داره، کدوم بیچارن که بیاد اونو بگیره؟ از بس که از اینجور حرفا جلوی آبجی خانم زده بودند، او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود. بیشتر وقت خود را به نماز و طاعت می پرداخت. اصلا قید شوهر کردن را زده بود، یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کلوسین شاگرد نجار، کلوسین او را نخواست، ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برام پیدا شد ولی خودم نخواستم شوهر کنم. چیان شوهرای امروزی همشون عرق خور هرزه، همشون به درد لاجیرز میخورن، من هیچ وقت شوهر نمیکنم. خب ظاهرا از این حرفا میزد، ولی پیدا بود که در ته دل کلوسین را دوست دارد و خیلی مایل بود که شوهر بکند، اما چون از 5 سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمیگیرد، از آنجایی که از خوشیهای دنیا خودش را بی بهره میدانست، میخواست لااقل به زور نماز و طاعت دنیای دیگر را دریابد. از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود که آری، این دنیای 2 روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشیهای آن برخوردار نشود. دنیای جاودان و همیشگی مال او خواهد بود. همه مردمان خوشگل و همچنین خواهرش آرزوی او را خواهند کرد. وقتی ماه محرم و صفر می آمد، هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم فرا می رسید. در هیچ روزخوانی نبود که او در بالای مجلس نباشد. در تعزیه ها از 1 ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت. همه روزخوان‌ها او را می شناختند و اتفاقاً خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها باشد تا مجلسشان را از گریه و ناله و شیون خودش گرم بکند. بیشتر روزه ها را از بر شده بود. حتی از بس که پای وعظ نشسته بود و مسئله می دانست، اغلب همسایه ها می آمدند و سهویات خودشان را از او می پرسیدند. سپیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد. اول می رفت سر رخت خواب خواهرش، به او یک لگد می زد و می گفت اوی لنگ زوره، پکی می خوای بلنشی نمازتو بزنی به کمرت ها؟ آن بیچاره هم بلند میشد، خواب‌آلود وضو می‌گرفت و می‌ایستاد به نماز کردن. از اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر، زمزمه نماز، یک حالت مخصوص، یک حالت روحانی به آبجی خانم دست میداد.
و پیش وجدان خودش سرافراز بود و به خودش میگفت اگر خدا من را به بهشت نبرد پس چه کسی را خواهد برد. باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن، یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بود زرد شده بود را در دستش می گرفت و صلوات می فرستاد. حالا همه آرزویش این بود که هر طور شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور شود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همه‌اش کار خانه می کرد. بعد هم که 15 سالش شد رفت به خدمتکاری. آبجی خانم 22 سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن به خواهرش حسادت می کرد. در مدت 1 سال و نیم که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا اینکه احوالش را بپرسد. 15 روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خویشانش به خانه می آمد، آبجی خانم با یک نفر دعوایش می شد. یا می رفت سر نماز 2-3 ساعت طولش می داد. بعد هم که دور هم می نشستن، به خواهرش گوشه کنایه می زد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز، روزه، طهارت، شکیات. مثلا می گفت از وقتی که این زن غیر فری پیدا شدن نون گرون شد. هر کس رو نگیره تو اون دنیا با موه سر آویزونش میکنن. هر کی غیبت بکنه سرش میشه قد کوه، گردنش قد مو. وای از مارای جهنم که آدم پناه میبره به اشتها. از این قبیل چیزها میگفت. ماهرخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد. یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و به قلیان پک می‌زد، ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده و مادر هم به او چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغاب گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت، رختش را در آورد، کیسه توتون و چپقش را برداشت رفت بالای پشت بام. آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت. با مادرش سماور حلبی، دیزی، بادیه مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دور هم نشستند. مادرش پیش درآمد کرد که عباس نوکر همان خانه که ماهرخ در آنجا خدمتکار است، خیال دارد که او را به زنی بگیرد. امروز صبح هم که خانه خلوت بود، ننه عباس آمده بود خواستگاری. میخواهند 2 هفته دیگر او را بیایند عقد بکنند. 25 تومن شیربها میدهند، 30 تومن مهریه میکنند. با آینه و لاله، کلام الله، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه حنا، 4 قد تافته، تنبان چیتزری و غیره. پدر او هم که با باد بزن دور شل دوخته خودش را باد میزد و قند گوشه دهانش گذاشته بود و چای دیشلمه را سر میکشید، سرش را جنبانید و سرزبانی گفت مبارک باشه. اب نداره. بگو بیام. بدون اینکه تعجب بکند، خوشحال بشود یا حتی اظهار عقیده بکند، مثل اینکه از زنش میترسید. آبجی خانم خونش را میخورد. همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بله‌بری هایی که شده بود را گوش بدهد. به بهانه نماز بی اختیار بلند شد و رفت پایین. در اتاق 5 دری خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد. به نظر خودش پیر و شکسته آمد. مثل اینکه همین چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود. چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد. در میان زلف‌هایش یک موی سفید پیدا کرد و با 2 انگشت آن را کند. مدتی جلوی چراغ به آن خیره نگاه کرد. حتی چراغ بدنش را سوزاند اما هیچ حس نکرد. چند روز از این میان گذشت و همه اهل خانه به هم ریخته بودند. می‌رفتند بازار و می‌آمدند. 2 دست رخت زری خریدند. تون، گیلاس، سوزنی، گلاب‌پاش، مشربه، شب‌کلاه، جعبه بزک، وسم جوش، سماور برنجی، پرده و همه چیز خریدند. و چون مادرش خیلی حسرت داشت، هرچی که خورده و ریز ته خانه به دستش می آمد برای جهاز ماهرخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمه‌ای که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود را برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روزه خاموش و اندیشناک سیرچشمی همه کارها و همه چیزها را می پایید. 2 روز بود که خودش را زده بود به سردرد و خوابیده بود.
مادرش هم پی در پی به او سرزنش میکرد و میگفت پس خواهری به درد چه روزی میخوره؟ خب من که میدونم از حسودیته. حسود به مقصد نمیرسه. دیگه زشتی و خوشگلی دست من نبوده که کار خدا بوده. دیدی که خواستم تو رو بدم به کلوسین، اون نخواسته. حالا دروغکی خودتو زدی به ناخوشی که دست به سیاه و سفید نزنی؟ از صبح تا شب برام جانم آزاب میکشه. من بیچارم که باید با این چجای لط خوردم همش نقص سوزن بزنم. آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خونش را میخورد از زیر لحاف جواب داد خوبه لنگی عباسو تو این شهر ریخته. سر عمر داغ به دل یخ میذاره با اون دومادی که پیدا کرده. چوب به سر سگ بزنی لنگی عباس تو این شهر ریخته. آخه چی سر کوفتی به من میدی؟ خوبه که حالا همه میتونن عباس چی کار است. حالا نذار بگم ماهرخ 2 ماه که شکمش اومده بالا. به روی خودم نیوردم من اونو خواهر خودم نمیتونم. مادرش از جا در رفت. الهی لال بشی. مردشور ترکیب تو ببرن داغت به دلم بمونه. دختری بیشتر برو کم شو. یه خاطرک رو دخترم بذاری؟ میدونم اینا همش از سوز دلته. تو بمیری که با این ریشت و هیکل نست ایشکی نمیاد تو رو بگیره. حالا از قصت به خواهر بختون میزنی؟ مگه خودت نگفتی خدا تو قرآن خودش گفته که دروغ و کذابه ها؟ خدا رحم کرد که تو خوشگل نشدی وگرنه بیشتر میشه بالای تا حرف در آورد تا اون. برو همه این نماز و روزه ها به لعنت یه شیطون هم نمیارزه. همش مردم گولزنی بوده. از این حرفا در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل شده بود. ماهرو خمات به این کشمکش ها نگاه میکرد و هیچ نمیگفت. تا اینکه شب عقد رسید همه همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسمه کشیده، سرخاب و سفیداب مالیده، چادرهای نقده، چتر زلف، تنبان پنبه‌دار جمع شده بودند. در آن میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود و خیلی لوس با لبخند گردنش را کج گرفته بود و نشسته بود و دنبک میزد و هرچه در چنته‌اش بود میخواند. اومدم باز اومدم از خونه داماد اومدم. همه ماه و همه شد همه چشما بادومی ای یار مبارک بدا ایشالا مبارک بدا. اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم. همه کور و همه شل همه چشما نم یار مبارک بدا ایشالا مبارک بدا. اومدیم هو رو پری رو ببریم. همین را پی در پی میخواند. می آمدند و می رفتند. دم حوض سینی را خاکسترمال می کردند. بوی قرمه سبزی در هوا پراکنده شده بود. یکی گربه را از آشپزخانه پیش می کرد. یکی تخم مرغ برای ششانداز می خواست. چند تا بچه کوچک دستهای یکدیگر را گرفته بودند، می نشستند و بلند می شدند و می گفتند عمومک موچه داره بشین و پاشود. سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند. اتفاقاً خبر دادند که خانم ماهرخ هم سر عقد خواهند آمد. 2 تا میز را روی شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام 2 صندلی گذاشتند. پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که خرج زیاد شده، اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمه شب بازی هم لازم است. ولی در این میان هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود. از 2 بعد از ظهر رفته بود بیرون، کسی نمیدانست کجاست. لابد رفته بود پای وعظ. وقتی که لاله ها روشن بود وقت برگزار شد، همه رفته بودند مگر ننه حسن. عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق 5 دری پهلوی یکدیگر نشسته بودند. درها هم بسته بود. آبجی خانم وارد خانه شد. یک سر رفت در اتاق بغل 5 دری تا چادرش را باز کند. وارد که شد دید پرده اتاق 5 دری را جلو کشیدند. از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد. از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده، وسمه کشیده، جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه
پهلوی داماد که جوان 20 ساله‌ای به نظر می آمد جلوی میزی که رویش شیرینی بود با هم نشسته بودند. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ. چیزی در گوش او می گفت. مثل چیزی که متوجه او شده باشند. شاید هم او خواهرش را شناخت، اما برای اینکه دل او را بیشتر بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند. از ته حیاط صدای دنبک ننه حسن همچنان می آمد و می خواند: یار مبارک بادا. پرده را انداخت، رفت روی رخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند نشست. بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز کند، دستهایش را زد زیر چانه‌اش و به زمین نگاه کرد. به گل و بته‌های قالی خیره شده بود. آنها را می‌شمرد و به نظرش چیز تازه‌ای می‌آمد. به رنگامیزی آنها دقت می‌کرد. هر کس می‌آمد و می‌رفت او را نمی‌دید. یا سرش را بلند نمی‌کرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق به او گفت: چرا شام نمیخوری ننه؟ چرا گوش تلخی میکنی ها؟ چرا اینجا نشستی؟ چادر سیاهتو باز کن، بدشگونی میکنی. بیا رو خواهرتو ببوس. اصلا بیا از پشت شیشه تماشا بکن عروس و دوماد مثل قرص ما. مگه تو حسرت نداری؟ بیا آخر تو هم یه چیزی بگو. همه میپرسن خواهرش کجاست، من دیگه نمیدونم چی جواب بدم. آبجی خانم سرش را بلند کرد و گفت: من شام خوردم. نصف شب بود. همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خیلی خوشی می‌دیدند. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می‌زد، صدای شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسیمه بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده. سر و پا برهنه چراغ‌ها را روشن کردند. هر جا گشتند چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. وقتی که برگشتند بروند بخوابند، ننه حسن دید که کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آب انبار افتاده. چراغ‌ها را جلو بردند. دیدند نعش آبجی خانم آمده بود روی آب. موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود. رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود. صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت. مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی و نه خوشگلی، نه عروسی و نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت.